وقتی میخوابیم چه اتفاقی میفته و اگر خواب کافی نداشته باشیم چه تأثیری داره؟ خواب توسط ریتم شبانه روزی یا ساعت بدن که در مغز قرار داره تنظیم میشه. ساعت بدن به محرک‌های نوری پاسخ میده، یعنی در زمانی که نور کاهش پیدا میکنه، هورمون ملاتونین ترشح میشه و با شدت گرفتن نور ترشح ملاتونین متوقف میشه. خواب شامل 4 مرحله است که در طول شب ما اون رو چندین مرتبه تجربه میکنیم. در واقع در یک شب خواب ما 4 یا 5 بار این مراحل رو طی میکنیم. مرحله 1 و 2 خواب سبک هستند. در مرحله اول یعنی انتقال از بیداری به خواب، ضربان قلب و تنفس شروع به کند شدن میکنه. دمای بدن کاهش پیدا میکنه و ماهیچه‌ها ممکنه منقبض بشن. مرحله سوم گاهی اوقات به عنوان خواب دلتا شناخته میشه، چون که امواج مغزی آهسته دلتا در این مرحله آزاد میشن. این اولین مرحله از خواب عمیقه، جایی که سلول‌های ما بیشترین هورمون رشد رو برای خدمت به استخوان‌ها و ماهیچه‌ها تولید میکنن و به بدن اجازه میدن خودش رو ترمیم کنه. مرحله 4 جاییه که ما شروع به رویا پردازی میکنیم. تو این مرحله بدن مواد شیمیایی ایجاد میکنه که باعث فلج شدن موقت میشه تا ما نتونیم همراه با رویایی که میبینیم تحرک داشته باشیم. تو این مرحله مغز به شدت فعاله و چشمای ما گرچه بسته هستن اما چنان به جلو و عقب میچرخن که انگار بیدار هستیم.